خیلی وقت ناخنگیرای سنتی جاشو داده به ناخنگیرای برقی. حالا میخوایم با هم تستش کنیم ببینیم چطوری کار میکنه. مدل‌های مختلفی از این ناخنگیرا تو بازار هستش که من این مدلش رو انتخاب کردم. به نظرم که خیلی جذاب اومد. خب توی اطلاعاتش که من خوندم این ناخنگیر داره دو سریه. یه سری سوهانه که 360 درجه قابلیت چرخش داره. یه سری ناخنگیر هستش که داره یه نور LED برای مواقعی که نور خیلی کم هستش و همچنین موتور خیلی قوی داره و صدای خیلی کمی داره. این چیزیه که توی اطلاعات این ناخنگیر نوشته شده و اینکه شارژی هستش و داره مخزن ناخن هستش. اول سوهانش رو امتحان میکنم. من یه خورده ناخنام ضخیمه، ببینم میتونه راه از سوهان کشی کنه یا نه. نه واقعا قدرت داره بچه‌ها. حالا ناخنگیرش رو چک کنیم. قدرتش هم از یک تا سه افزایش پیدا میکنه. ببینم میتونه همین ناخن رو کوتاه کنه یا نه. مثلا نمیگیره. مثلا این ناخن ضخیمه، نمیتونه کوتاه کنه. نه خب روی یک کاغذ امتحان میکنم خب که بیشتر شبیه صدف ناخن طبیعیه. من واقعا داره کوتاه میکنه بچه‌ها. خیلی آروم داره این کار رو انجام میده. کوتاه کرد. به طور کلی بخوام بگم این ناخنگیرای برقی بد نیستش. قسمت سوهانش حتی ناخن‌های ضخیم هم به راحتی تونه سوهان بکشه، ولی قسمت ناخنگیرش اصلا به درد ناخن‌های ضخیم نمیخوره. و اینکه هر جایی که صدف نازک‌تر باشه راحت‌تر میتونه ناخن رو کوتاه کنه. یه مقدارم سرعتش کمه، بنابراین توصیهش نمی‌کنم خیلی. و فقط به نظرم برای کسایی مناسبه که بچه دارن، چون بچه‌ها صدف ناخنشون ظریف‌تره و باعث میشه که گوشت ناخنشون گرفته نشه یا اینکه آسیب نبینن.